از آغاز حمله روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم‌ها احتمال می‌رفت که مهاجران کاری تاجیک نیز آسیب خواهند دید، ولی انتظار نمی‌رفت که این تاثیر اینقدر زود با گذشت یک هفته از جنگ احساس خواهند شد. مهاجران تاجیک که تعدادشان 1 میلیون گفته می شود از این حالت کنار نماندند. انباری که ما کار میکنیم از خارج بار قبول میکنیم و به خارج بار روان میکنیم. یعنی از سببی که در اوکراین جنگ شده ایستاده است، این گرانیستا محکم شده است. حاضر نه بار قبول میکنیم نه بار روان کرده میتوانیم. به حد سوس شده است. حاضر بچه را بسیار سکرشن دادگیان. کم شدن شغل یا از دست دادن کار در روسیه یگانه مشکل مهاجران در هفته اخیر نیست. 2014 با قرب روسیه یک برابر پس شده بود. همه خیلی جنگ اوکراین بود، همه خیلی پس شده بود. لیکن از کار تنقیصی نمیکشیدیم، از قرب تنقیصی میکشیدیم. حاضر باشه هم از قرب هم از کار تنقیصی میکشیم. به گفته مهاجران در هفته اول جنگ روسیه با اوکراین اساساً همان بخش‌های اقتصاد ضرر دیدند که کارشان به خارج وابسته بود. یک مهاجر تاجیک مشکلی به سرش آمده را چون نقل کرد. پیشتر ما با دلار میگرفتیم چقدر که با همه معلوم است حاضر بسیار کورس پایان رفته است. کورسی پول روبل روسی معامله هم با دلار بود. به نهایت به کار ما تاثیر رساند. البته مشکلی پیش آمدگی برای کار مهاجران. این نگرانی ها در حال صدا می دهد که مقامات تاجیک از مهاجران خواستند به تهلکه دادن نشوند، اما مقامات نگفتند که برای دستگیری مهاجران در وضع پیش آمده چه برنامه دارند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان تنها به مهاجران توصیه داده است که از خرج‌های دوم درجه و زیادت خودداری نمایند. کارشناسان بهتر یا بدتر شدن وضعیت مهاجران را به چقدر دوام یافتن تحریم‌ها بالای روسیه ربط می‌دهند. و اگر که دراز مدت شود برای مهاجران خیلی مشکل می شود، ولی که اگر که باوری دارم که شاید که کمی زودتر این کار انجام یابد و مهاجران باز به کارهای خود برگردند. مبلغ فرستاده مهاجران برای اقتصاد تاجیکستان به خصوص تامین امنیت اجتماعی مهم خوانده می شود. به این خاطر بسیاری ها در تاجیکستان منتظر هر چیز زودتر پایان یافتن جنگ میان روسیه و اوکراین هستند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.